آقای بندویی، سوال من این هست از شما که چرا یک مجموعه و یک اقلیت بسیار کوچک در استان که در رأسشون شهریاری قرار داره، در رأسشون حبیب الله دهمرده قرار داده و تعداد اندکی همیشه اصرار دارند که این استان تقسیم بشه، پشت پرده اصرار اینها چی نهفته است؟ عرض سلام دارم خدمت شما مهمان گرامی و شنوندگان عزیز. ببینید، متاسفانه کسانی مثل آقای شهریاری ها و دهمرده ها واقعا عناصر بی‌ارزشی هستن، متاسفم این کلمه رو به کار میبرم، که خودشون رو به پشیزی در مقابل سیاست های بزرگ حکومتگران مرکزی ایران میفروشند. ما میتونیم دهمرده های از خود بلوچ هم داشته باشیم، همچنان که فرمودید شما که ایشون هم بلوچ هستن. اگه اجازه بدید من یک مختصری در ارتباط با تاریخچه این مسئله عرض بکنم که چرا همیشه چه در دوران پهلوی و چه در دوران کنونی در ارتباط با بلوچستان همیشه سیاست سیستماتیک و محوری مبتنی بوده است بر حذف هویت تاریخی و ملی مردم بلوچ. این قضیه برمیگرده به سیاست هایی که انگلیسی ها در قرن 19 داشتند و با توجه به مقاومت هایی که مردم در مقابل اشغال انگلیسی انجام دادن، نهایت هم انگلیسی برای بلوچستان رو تقدیم کردن به دوران قاجار. 1871 آغاز اون زمانه که ما کلمه گجر از اون زمان به بعد داریم و پس از آن متاسفانه در دوران رضا شاه بعد از اینکه انگلیسی‌ها اون کودتا رو انجام دادن و پهلوی را آوردن، در مجموع این حکومتگران مرکزی ایران که حکومت‌های تمامیت‌خواه و مستبد هستند، اینها هستند که در تلاش حذف هویت تاریخی مردم بلوچ بودند و هستند. به همین دلیل یکی از بزرگترین سیاست‌هایشون آمایش جمعیتی و آمایش سرزمینی. اگر اجازه بدید من یه مختصری کوتاه، یه ذره وقت خواهش میکنم یه ذره با من مداخله کنید. ببینید، در صفحه 156 از کتاب ناسیونالیسم بلوچ در سایه افغانستان که از آقای سلیک هریسون، یک خاورمیانه‌شناس معروف و مشهور آمریکایی است که چند سال پیش ایشون فوت کردن، در یک مصاحبه‌ای در تهران در ماه آگوست 1978، یعنی یک سال قبل از انقلاب، آقای امیر عباس هویدا نخست وزیر کشور رو یه مصاحبه باهاش انجام میده که ایشون مثلا رو میپرسن که ایشون اینجوری مطرح میکنه: آقای هویدا، بلوچ‌ها با جمعیتی اندک در بخش استراتژیک کشور زندگی میکنند. آیا ما باید تسلیم این حادثه جغرافیایی تاریخی شویم و هزینه‌های گزافی را صرف توسعه این بخش فلاکتبار کشور کنیم؟ چرا آنها را به جای دیگری که برای توسعه منطقی پرست منتقل نکنیم؟ ببینید، این انتقال بسیار از مردم بلوچ یا از همون سیستان بخوایم حساب کنیم یا تلاشی است که در ارتباط با خصوص الان در دوران جمهوری اسلامی پیش برنده همون سیاسته، دقیقاً نعل به نعل همون سیاست‌های دوران پهلوی رو در ارتباط با مردم بلوچ دارن دانه به دانه پیش میبرن. ایشان در اصلت ادامه میدن که میگویند که هویدا ادعا کرد که اگر اتحاد جماهیر شوروی دوستانش در عراق نبود، ما بتونیم بخش کوچکی از جمعیت خود اهمیت چندانی نمیداریم. در این حال آقای عباس خلعتبری هم مصاحبه شد در همون اوگست 1970، یک سال قبل از انقلاب، توسط همین شخص در تهران. ایشون میفرمایند که در سنتو ما همیشه بر این باور بودیم که بلوچ‌ها به هر نحو خواهند کوشید تا روزی کشور مستقل خود را با حمایت شوروی داشته باشند. لذا مطلوب این بود که آنها از سیاسی ضعیف پراکنده و عقب مانده نگه دارید. یه نکته دیگه هم که لازم هست تاریخی هست مطرح بکنم، دقیقاً به نقل از همون کتاب و همون مصاحبه توی همون ماه اوگست 1979 آقای منوچهر ضلی که ایشون از پشتیبانان بی‌پرده سیاست‌های شاه در قبال بلوچ‌ها بود، برای عقب نگه داشتن بلوچ‌ها تأکید داشت بر حفظ مناسبات نظام قبیله‌ای در بلوچستان. ایشون اینجوری میگه که آقای هریسون میگه او از سال 1973 تا 1978 سفیر ایران در پاکستان بود و به تازگی برای تصدی پست معاونت سیاسی وزیر امور خارجه بازگشته بود که من با او مصاحبه کردم. آقای ضلی
در آبان 1978 در تهران به من گفت رهبران قبایل بلوچ عادت کردند که راه و روش خود را داشته باشند و زمان زیادی طول می‌کشد تا این نگرش‌های بجا مانده از تاریخ پاک شود و آنها بخشی از کشورهای ما، منظورش ایران و پاکستان، بشوند. این حداقل یه مشکلی است که 25 سال طول خواهد کشید. در هر دو کشور به دولت‌های قوی و هدایت شده نیاز است تا بلوچ‌ها از این ذهنیت بیرون بیارند. و در این حال برای یک صحبت‌های دیگر هم داشتم که من میگذرم از اونها، ولی در کل آنچه که میخوام عرض بکنم این دولت‌ها تلاششون همین است که بلوچ‌ها رو با توجه به اینکه از 1987 اشغال کردن، برای بار دوم در دوران رضا شاه و تیمسار جهانبانی بار دوم این اتفاق افتاد و کشتار عظیمی رو انداختن. در نتیجه اینها بلوچ‌ها رو غیر خودی میپندارن و باورشون این است که بلوچ‌ها به هر حال به دنبال حقوق خودشون هستن. لذا لازم است که بلوچ‌ها رو عقب مانده نگه داریم. فرق نمیکنه این آقای دهمرده باشه یا یک کسی دیگه باشه، این متاسفانه سیاست است. و تا زمانی که این نوع حکومت‌ها در درون ایران وجود دارد و این نوع پراکندگی در میان خود مردم بلوچ در واقع وجود دارد، متاسفانه این قضیه شاهد هستیم که همین مسئله تقسیم بلوچستان رو و حتی حذف نامش رو حداقل من فکر می‌کنم یه 10 سالی هست که جمهوری اسلامی هر از چند بازی میکنه با این قضیه. بنابراین مسئله‌ای که بسیار مهم هست اینه که اگر چنانچه مردم بلوچ بتوانند یک بار و برای آخرین بار در واقع به این حکومت ها بفهمانند که این مسئله خط قرمز ماست، همچنان که مولوی عبدالحمید حرف رو گفتن و امیدواریم که واقعا پای این گفته بماند که تقسیم بلوچستان در واقع حذف هویت ملی مردم بلوچستان رو تقسیم کردن. قبلا در واقع می‌بینیم که نزدیک به نصفش در استان خراسان و کرمان و هرمزگان هست. حال همین بخشی هم که هست اگر چنانچه قرار باشد که تقسیم صورت بگیرد، حتی اگر چنانچه عرض کردم وقتی که اسم مولانا عبدالحمید رو بردم ممکنه مثلا به شکل‌های رضایت ایشون رو جلب کنند. خیر، آنچه که لازم هست و واقعا اگر دلسوزانی از مردم بلوچ هستند که توانایی این رو دارند که در این رابطه تصمیم بگیرند، باید از مردم نظر بخواهند، همچنان که مولوی عبدالعزیز مولوی این قضیه رو گفتند. متشکرم آقای بندوی، برمیگردیم بیشتر با شما صحبت میکنیم. متشکرم و ممنون.